سلام، این هفته در آفساید بودجه سال 97 زیر ذره‌بین می رود و ما با حواشی آن آشنا می شویم. بودجه 97 بودجه سال 97 بودجه 97 عوارض خروج از مرزهای هوایی کشور از مبلغ با تقدیم لایحه بودجه سال 97. معمولا وقتی صحبت از بودجه میشه همه فکر میکنن که این یک بحث کارشناسیه، چون لایحه بودجه یک سند 6000 صفحه‌ایه که اصلا کسی حوصله خوندنشو نداره. اما بودجه 97 از این جهت کاملا متفاوت بود. به شدت هم توی جامعه واکنش برانگیز شد. علت؟ دلیلش این بود که همراه با لایحه بودجه 97 تصمیماتی اعلام شد که به اشکال مختلف فشار رو روی مردم بیشتر میکرد. یکی از این تصمیمات حذف یارانه ها برای بخش زیادی از مردم بود. روحانی ریموو یارانه. این سرتیتر روزنامه ها شد و معاون روحانی برای توجیه این تصمیم به تلویزیون اومد. حالا مجلس محترم سال گذشته دولت رو موظف کرد که همین اعدادی که شما میگید 20 میلیون نفر رو کم بکنه. واقعیت امر اینه که کم کردن و اجرای این قانونی که مجلس محترم هم به حق میخواسته که این پول رو ما برای امور تولید و مسائل دیگه بتونیم استفاده بکنیم. خیلی قشنگ مسئولیت رو گذاشت رو دوش مجلس که دیگه چون اونا گفتن به 20 میلیون نفر یارانه نمیدیم، که بعد پولش رو که نفری 45500 تومان در ماه، یعنی چیزی در حدود 10-12 دلار هست، برای امور دیگه استفاده کنیم. یعنی تا همینجا ماهانه اگر 30 میلیون نفر نفری 10 دلار هم حساب کنیم، نزدیک 300 میلیون دلار ماهانه از جیب مردم کشیدن بیرون برای امور دیگه، که حالا آخرش به اون امور دیگه هم میرسیم. حذف یارانه ها در حالی داره انجام میشه که همین روحانی کمتر از یک سال پیش در روزهای انتخابات در مورد حذف یارانه ها میگفت اینا شایعات رقیب و همچین چیزی اصلا مطرح نیست. یک شایعاتی انجام گرفته در برخی از روستاها از طریق ستادهای رقیب که دولت 12 میخواد یارانه رو قطع بکنه. یه همچین چیزی اصلا مطرح نیست. یارانه به هیچ عنوان قطع نمیشه. شرایط فعلی یارانه ادامه پیدا میکنه. ولی الان که دیگه خرش از پل دور دوم انتخاباتش هم گذشته، دیگه میبینیم که همچین چیزی مطرح هست، یارانه ها هم قطع میشه. اما مهم اینه که خودشون رو همچنان پدر ملت میدونن که کسی نباید علیهش اعتراض بکنه. مثل یه پدر خانواده‌ای هستیم که همه بچه‌ها توقعاتی دارن و اون پدر با توجه به محدودیت‌ها نمیتوانه و هیچگاه نباید این پدر رو سرزنش بکنیم که این فرزندانش رو دوست نداره. دولت پدر خانواده است، همه رو دوست می‌داره. البته این رابطه پدر و فرزند یک مقدار عجیبه، چون همیشه مرسوم بوده که پدر یه پولی در می آورده خرج خانواده می کرده، ولی این پدر اینقدر بچه‌هاشو دوست داره که پولش رو هم از جیب همون بچه‌ها در میاره. مثلا یکی دیگه از تصمیمات جدید افزایش عوارض خروج از کشوره. عوارض خروج از کشور یعنی هر کس که میخواد از کشور خارج بشه باید یه پولی هم به دولت بده. قبلا این مبلغ 75000 تومان بوده. از این به بعد اما 3 برابر شده 220000 تومان. تازه اگر کسی بخواد توی یک سال 2 بار یا 3 بار مسافرت کنه باید هر بار بیشتر پول بده. بعد این پول نه خرج بلیط هواپیماست نه خرج هتله، هیچی، فقط بهانه دولت برای چاپیدن مسافرینه. حالا ببینید که این چاپیدن آشکار رو چطور توجیه میکنن. عوارض خروج از کشور یهویی شده 220000 تومان. چیه قضیهش؟ همه گله میکنن که چرا به اینا رسیدگی نمیشه، چه موزه هامون چه آثار باستانیمون. همیشه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتظار داره که ما برای جذب گردشگر فرصت‌های ایجاد بکنیم. خب حالا کسایی که گردش میرن تو کشورهای خارجی مقدار به زمینه گردشگری کشور خداشون هم میتونن کمک بکنن. از این جهت ما بسیار سپاسگزاریم و این رو یک نوع مشارکت عمومی در زیرساخت‌های گردشگری کشورمون تلقی میکنیم. بیا تازه تشکرم بهش بدهکار شدیم. میگه ما داریم فرصت میدیم به مردم که اینجوری به ارتقای گردشگری کشور کمک کنند. یعنی انتخاب با خودشونه. اگه کسی نمیخواد کمک کنه خب نره سفر. بالاخره یه ایده است دیگه.
حالا که توریستی به کشور نمیاد که ارز وارد کشور کنه، از مردم خودمون پول در بیاریم. اما سوال اصلی اینجاست که آیا مشکل نیومدن گردشگرای خارجی به ایران واقعا به خاطر اینه که زیرساخت وجود نداره؟ مثلا ما محلهای دیدنی و هتل توی ایران کم داریم؟ یعنی واقعا خارجی‌ها به خاطر این چیزاست که به ایران سفر نمی‌کنند؟ یا اینکه قبل از هر چیز مشکل در قوانین مملکت آخوندیه؟ بابا خانم دیپلمات انگلیسی اومده برای ملاقات، ظریف سری بهش تذکر میده خانم حجابت. از هر چند تا توریست که میان ایران 2 تاشون به اسم جاسوس گروگان گرفته میشن. آخه مگه با اعدام و شلاق در ملأ عام میشه توریست جذب کرد؟ خب بی خود نیست که جوانای فرانسوی هم میرن این فیلم رو میسازن از سفر به ایران. Maintenant, les photos. Ah oui, j'ai fait un petit montage et tout. Voilà. Bon, on va peut-être vous épargner les photos du trajet. D'accord. Il y a des déserts, des montagnes, des forêts. Il y a même des pistes de ski. Une espèce d'ambiance incroyable dans la ville, c'est magnifique. Hein. C'est quoi ça? Alors ça, c'est un spectacle de rue. Pierre a adoré. Ah ouais. C'était génial, des performances à couper le souffle. Ah, ils sont bons. Hein. C'est réaliste quand même. Ouais, c'était très réaliste. Bon, par contre, c'est vrai qu'ils sont très à cheval sur les vêtements. Ils ont même créé une police pour ça, la police de la vertu. Ah ouais, quand même, ouais. Oui, non, mais t'inquiète, pour les touristes, ils sont plus cool. Et là, vous êtes où là? Alors, c'est une sorte de cimetière de paraboles. D'accord. Tu veux déconnecter? C'est là-bas qu'il faut aller. Là-bas, il n'y a que des chaînes nationales, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Twitter. Mais tu vois, c'est surtout un pays en plein Ça développement. construit à tous les coins de rue. Il y a des grues, Des grues. des grues. Des grandes grues, des petites grues, des bleues, des rouges, et que des grues. C'est incroyable. Ah, c'était vraiment un chouette voyage. D'ailleurs, si ça vous dit, l'année prochaine, Corée du Nord. Remarque qu'on pourra peut-être se marier là-bas. فشارهایی که قراره با بودجه 97 به مردم وارد بشه فقط یکی دوتا نیست. یکی دیگه گرون شدن بنزینه که چندی پیش این کار رو به عنوان راه حلی برای کاهش تصادفات عنوان کرده بودند. یعنی بنزین رو گرون کنیم تا مردم نتونن سوار ماشین بشن و آمار تصادفات پایین بیاد. یکی از عوامل مهم کاهش تلفات از 27000 تا به 16000 تا همین بوده که در یک مقطعی قیمت سوخت افزایش پیدا کرد. آیا حاضر هستیم که قیمت سوخت فعلی بمونه و ما هر سال تعداد زیادی کشته رو شاهدش بشیم؟ این بهانه اینقدر مسخره و مضحک بود که صدای اعتراض از درون خودشون هم بلند شد و الان دیگه مجبور شدن اعتراف کنن که این یکی دیگه از راهکارهای سرکیسه کردن مردم و پر کردن جیب دولت با دست کردن در جیب ملته. دولت اجازه دارد تا سقف 48,000 میلیارد تومان نسبت به اصلاح قیمت حاملهای انرژی اقدام بکنه. قیمت بنزین حتی میتوانه به اعداد خیلی بیشتر از عدد فعلی، حتی این اعدادی که شما هم میگید، دست پیدا بکنه. تازه میگه برید خدا رو شکر کنید که فقط همینقدر داریم گرونش میکنیم. حالا جالب اینه که شیخ حسن در کمال وقاحت مدعیه که همه این تصمیمات رو داره برای مبارزه با فقر اتخاذ میکنه. بودجه سال 97 بودجه است بر مبنای اشتغال فراگیر و بر مبنای رفع فقر و ایجاد عدالت. این کل بودجه سال 97. البته خیلی هم تو آفساید نرفته. درست میگه، بالاخره با این پولهایی که از مردم میشاپن با فقر دارن مبارزه میکنن. ولی فقر کی؟ فقر مسئولین، فقر فرماندهان سپاه، فقر علما. فقر اینا حتما تو بودجه 97 رفع میشه. شما یه نگاه به تقسیم بودجه بکنید. مجمع تشخیص مصلحت نظام 86 میلیارد تومان. حالا اینکه اصلا مجمع تشخیص نظام چی کاره است، چه غلطی کرده مهم نیست. بالاخره گاراژ مهره‌های مصرف شده این نظام دیگه. بعد یه پولی بهشون بدن که خلاصه بهشون بد نگذره اونجا. 142 میلیارد تومان برای نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها. شغل اینا چیه؟ جاسوسی از دانشجویان به خرج دانشجویان. 334 میلیارد تومان برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. اینا کارشون چیه؟
تبلیغ افکار آخوندی در خارج از کشور. حالا نه که توی ایران خیلی جذابیت داشته، میخوان با این خرج‌های کلان انقلاب رو به کشورهای دیگه هم صادر کنن. 71 میلیارد تومان برای مؤسسه نشر آثار امام، برای اینکه افکار مشعشع امام ترویج بشه. دیگه این لیست ادامه داره دیگه. برای هر کدوم از دکان‌های دین فروشی آقایان یه مبلغی در نظر گرفتند. یه 400 میلیاردی برای سازمان تبلیغات اسلامی، یه 28 میلیارد تومان برای مؤسسه مصباح یزدی، دوباره یه 300 میلیارد تومان برای مؤسسه مکارم شیرازی که کارش تربیت آخوندهای خارجی و این لیست همینجور ادامه داره. یعنی اینجوری میخوان با فقر مبارزه کنن دیگه، با فقر آقایون. البته با یک نگاه دقیق به میزان تخصیص بودجه بین نهادهای مختلف قشنگ میشه اولویت‌های نظام رو تشخیص داد که چه چیزی براش مهمتره: مبارزه با بیکاری و فقر ملت، یا من فقط ارقام رو میخونم خودتون متوجه میشید. اینا رو دیگه به دلار میگم چون به تومان اگر بخوایم بگیم دیگه عدداش خیلی گنده میشه. 4 میلیارد دلار برای سپاه پاسداران، بیش از 3 میلیارد دلار برای نیروی انتظامی، بیش از 1 میلیارد دلار برای وزارت اطلاعات، دوباره بیش از 1 میلیارد دلار برای قوه قضاییه. یعنی تمام ایران یه طرف، این ارگان‌های امنیتی و سرکوب یه طرف. حالا با این پول میخوان چیکار کنن؟ کدوم دشمن داره کشور رو تهدید میکنه؟ طرح جدید سازمان بسیج، گشت‌های محل محور. این یکی مربوط به استان فارس است. مأموریت ما پیشگیری از سرقت و ایجاد امنیت برای همشهری‌های عزیزمون است. از این گشت‌ها در سراسر ایران راه اندازی شده. دیروز فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ گفت در تهران گشت‌هایی برای جلوگیری از سرقت و جمع‌آوری اراذل و اوباش توسط سپاه ایجاد خواهد شد. بله، یعنی گشت ارشاد و نیروی انتظامی کافی نبود، حالا اینا میخوان بیفتن به جون ملت تحت عنوان گشت محلات و این حرفا. دولت روحانی که تو دوران انتخابات با شعار دادن علیه دولت با تفنگ و نمیدونم بگیر و ببند میخواست رأی جمع کنه، حالا در کمتر از یک سال وقتی اعتراضات اقشار مختلف بالا گرفته، میبینیم که همون دولت با تفنگ رو داره عملاً پیاده میکنه. اون از بودجه‌ای که برای سپاه در نظر گرفته، این هم از طرح جدید گشت محله بسیج و سپاه. بیدلیل نیست که الان خیلی از همبندی‌های خودش که برای روحانی تو انتخابات تبلیغ کرده بودن، الان هشتگ پشیمونیم زدن و برای هزارمین بار اثبات شد که هیچ راه حلی در درون این نظام وجود نداره. خدا نگهدار. پشیمونی مثل قصه میمونه، تمام خنده ها تو میسوزونه. پشیمونم پشیمونم پشیمونم